و اگر پدر و مادرت تو را بر این وادارند که به من شریک بیاوری، چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن، ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به کنه آنچه می کردید آگاه می گردانم. ای پسرک من، اگر خصلتی که انجام می دهی به اندازه دانه از خردلی باشد و بر سر لاخ کوه یا بر فراز آسمان ها یا در قعر زمین قرار داشته باشد، خداوند آن را می آورد، حقا که خداوند به امور دقیق و پنهان آگاه و باخبر است. ای پسرک من، نماز را به تمام و کمال ادا کن، به کارهای پسندیده امر کن و از کارهای ناشایسته منع کن و به مصیبتی که به تو می رسد شکیبا باش. بیگمان اینها از کارهای مهم است. با تکبر روی خود را از مردم مگردان و در زمین با ناز و نخوت مرو. بیگمان خداوند هیچ ناز فروش خودستای را دوست ندارد. در روش خود میانه رو باش و از بلندی آواز خود بکا. واقعا زشترین آوازها آواز خر است. آیا ندیدید که خدا برای شما همه چیزهایی را که در آسمانها و در زمین است رام ساخت که به معرض استفاده شما قرار دارد و نعمتهای خود را به گونه آشکارا و پنهان بر شما وافر گردانید و تمام کرد؟ و با این هم از مردم کسی است که بدون دانش و بدون آنکه کتاب روشنایی بخشی به دست داشته باشد در مورد خدا مجادله می کند. چون به ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل کرده پیروی کنید، می گویند بلکه چیزی را پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. حتی اگر شیطان پدرانشان را به عذاب شعله‌ور یعنی دوزخ فرا می خواند، باز هم اینها از پدران خود پیروی می کردند.